دوستان عزیز سلام علیکم. 25 اکتبر سال 2025 قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزو باغ من و من ایستادم در نزد نهال پیسته. نهال پیسته که سال 2023 من آورده شناندگی بودم. این نهال ترکیه است، چون که خودی من از ترکیه آوردگی بودم. یکم مرتبه سال یکم که ما آوردیم همین پیسته می باشد. 23 24 25 در 3 سالگیش ببینید من 2 متر بلند شد و نشانه های گلخانه هم به فکر من دارد. به فکر من اگر در پیسته ولی یک دو سال دیگه در کار که من پروفسیونالی ساخت شوم، من همین فکر منده گلخانه باشد. فکر منده اگر امسال نبندد سال 2026 27 خدا خواهد حتما میبندد. و ببینید که پیسته نشونمای خوب کرد. من تگش را تازه میکنم تا اینجا یک دو سال پس و از اینجا نوده میتیم همچون چتر زونتیک شود در اینجا برای من پیسته زور شود، پیسته شود. همین طرف پیسته در اون باغ من یک 200 تا پیسته است. از همین یک 50 یا 100 دانه نمیدونم حساب کنم در کار پیوندی است ترکی و دیگرش به پیوند است. من از 2 سال پس ویاش رو پیوند میکنم هم به قوت شوند هم پیسته خودی من بندد. من به چشمم بینم که پیسته من بست باوری حاصل کنم در نوع خوب بودنش. بعد از پیسته های خودم گرفته پیوند میکنم. بعد این چونین نودش رو 2-3 سال پس به فروش میبریم برای پیوند کردن پیسته های شما. وقتی من پیسته آوردم امسال به پیوند شنونیم. اگر ترکی خواهید بعد از باغ من که برآمد حتما بعد من قلمچه هاش رو به فروش میبرم. این بسیار قلمچه نمیتید، این کم میتید. هر خلاصی گپ که ما بنیاد میکنیم تاجیکستان رو پر از پیسته های ترکی و ایرانی میکنیم. این رو هم گردش رو مقابل کردیم. علف های اجرقش رو برو وردیم من اینجا پرتافتیم و این چونین تیاری باز با دیگر سال کردیم که انا اونجا ببینید ما 4-5 جویه شناندیم: شفتالو، زردالو، آلو و نوک. تخمش رو در زمین پرتافتیم تا اینکه کرمای سال آینده ما این رو پیوند کنیم. تیاری سال آینده از همین وقت است. دیدید آب قطره‌ای خط کلان میکنیم و نهال خانه میکنیم. نهال خانه رو با مثل همینا میکنیم. من مثال میگیرم این گلوس است. من این گلوس ولی خودی گلوس نیست، این تک پیوند است. گلوس رو پیوندش رو در اینجا کردم. انا این پیوند گلوس است. انا این سال آینده ما از اینجا میبریم بهار و این مخچه شکفته کلان میشود. قسمی هست که نگرفتگیش است. من مثال میگیریم اینش من نگرفته است، من خشک است. اینش ما میدونیم امسال بهار از اینجا میزنیم میرود. خلاصه گپ در اینجا پیوند بسیار است. گلوس یک 2000 دانه هست. 2000 دانه گلوس است. گلوس های بهترین جهان است و خدا خواهد ما آینده دیگر به خارج کشور برای کافتن گلوس نمیرویم. اینا پیوند اینجا است. انا اینو میبریم اینجا پیوند بالایش دویده میرود. همداران عزیز ما همه حرکت رو میکنیم که در باغ من مادری درخت های بهترین دنیا جمع شود و بعد از اون مادری ها من نهال های بیکسل، نهال های با اعتماد یعنی با کفالت در باغ خودم پیوند کرده برای شما دسترس کنم تا اینکه شما به دو دلگی دونید این همون نهال است گرفته در خانه یا که شنانید یا که باغ ها آباد کنید. همین خیلی ما حرکت میکنیم خدمت رسانی رو بجا مانیم. برای این که خدمت رسانی من در اوج شود تقریبا برای من 2 سال دیگر در کار، چون که من آب نداشتم، زمین سوز نداشتم. آسته میشود، هر کار آسته میشود. انا هم دیران عزیز هم خیلی ما کارها پیش برده استادیم. در پناه خدا باشید. نگفتن امانت که گلوس ما در تک پیوندی کپشش است. این به نهایت با قوت میشود. تک پیوندی اولوچه هم داریم در اینجا کمتره و اساسا 2000 در تک پیوندی کپ 6 می شود. انا هم دیران عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. کدام مقبول شما باشد لایک کنید. ما امسال یک چند درخت خریداری کرده میبریم برای شما میفروشیم. از باغ خودمون انگور داریم، شفتالو داریم، نوک داریم، سیب داریم و دیگرش از خارج میبریم. پیکن و پیستر و کیوی و بادام دیگر چیزا رو از خارج میبریم. ما به نزدیکی روی خط کرده در گروه میپرتویم. شما انتخاب کرده از ما پیش پرداخت میکنید و از خارج کشور میبرم برای شما. در پناه خدا باشید.